شما ملت افغان خیال کردید که شما 20 سال سروری داشتی، شما نداشتی سروری مال اونها بوده، مال دیگران بود، شما زیر چتر اونها بودید. ولی الان که شما تقدیر خودتون را به دست خود بنویسید شما سرور میشید. به آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. او ملتی که برای دیگران کشاورزی میکنه و میکاره و به سرنوشتش دخالت نده، خدا هم از این ملت بیزار و متنفره. چرا که انسان الله آزاد آفریده، آزاد اندیشی مهمه، حریت مهمه که ملت ها فکر بردگی داشته نباشن، فکر غلامی داشته نباشن و